هنوز دوستش داری؟ یه چیزی بین دوست داشتن و بیزاری 14 سال خاطره داشتم با یکی کم نیست. من تقریبا همه اولین تجربه‌های زندگیم با اون بودم. هر جا این شهر میرم شبهش هست. جلو دانشگاه، چهار ولیعصر، تئاتر شهر، گالری زیهون، گلستان، کافه فرانسه، جلفا. همه اینا بوی جوونی منو بهنام میده. بیشتر از همه اینا دارا، چشاش، حالتاش، عادتاش، پک زدناش، عنق بازیاش، حتی بوی تنشم عین بهنام. هر چقدر سعی میکنم ازش ببرم خود دارا یه مانع بزرگه. انگار مثل یه زنجیر ما رو به هم وصل کرده. بهنام هست ولی نیست، نیست ولی هست. دیگه دیره واسه خاطر ساختن رضا. از این بعد فقط باید خاطر بازی کرد. آدم هر چقدر عذاب بکشه بهتر از این که به خودش دروغ بگه.